4 ساله کشور هلند روبرو می شود. کاتارینا سیمیونه تیمون انیخترش با لباسهای سفید از هلند و ابوبکر یعقوبی با جداگی کبوت از تاجیکستان دست به گریبان می شوند. خوب حرکت های ابوبکر خیلی مساعد و سر وقتی هستند. همین موقعیتی که پهلوان ما اشغال می کند واقعا هم برایش یک شانس خوبی پرتاب کردن هست. کاتارینا از گریبان ابوبکر مستحکم داشته است و شاید پیدا کردن راه موافق را انتظار است. اما این حرکت برای ابوبکر خطرناک بود. خوشبختانه پرتاب انجام دادن نتوانست. سیمون کاتارینا از کشور هلند اینجا کمی آسیب دید ابوبکر یعقوبی یا نه؟ اشاره میکند که خوب است، ادامه میدهد رقابت را. پهلوان 24 ساله کشور هلند قهرمان جهان میان نورسان در سال 2015 دارنده نشان برنجی قهرمانی جهان میان جوانان در سال 2018 و این حرکتی خیلی خطرناک پهلوان هلندی بود. خوشبختانه ابوبکر یعقوبی از این حالت رها شد و کمفعالی برای پهلوان ما و مجازات اول به ابوبکر یعقوبی داده می شود. نشان طلای مسابقه گرند اسلم را در سال 2021 در کازان دارد حریف ابوبکر یعقوبی. همزمان نشان برنجی را در سال 2021 در پاریس گرند اسلم دارد. در جام اروپا سال 2016 در مسابقه کشاد اروپا نشان طلا دارد و این پرتافت پهلوان کشور هلند امتیاز وزری را برایش آورد و مکنون ابوبکر یعقوبی را میباید روش گوشینگیریش را دیگر کند. 10 مرتبه نشان طلای جام اروپا مسابقه کشاد اروپا را میان جوانان و نورسان صاحب شده است. همین پهلوانی که بر مقابل ابوبکر یعقوبی هنرنمایی کرده ایستاده است. او با سر زانو نشسته میخواست پرتاب کند ابوبکر اما موفق نشد. وقت هست برای پهلوان ما، وقت هست و باید تنها حالتهای مساعد و موافق را پیدا کند و برای پرتاب کردن حرکت کند. در قهرمانی جهان ابوبکر یعقوبی با حریف خیلی پرقوت قهرمان جهان روبرو شد که نتوانست بر مقابل او موفق شود. ابوبکر یعقوبی در مسابقه های مختلف حلقه 11 مرتبه شرکت میکند. این حضور سیومش است که در مسابقات گرند اسلم شرکت می‌ورزد، ولی تا کنون نتیجه در کاری را به دست نآورده است. در پنجمین بازی‌های همبستگی اسلامی که در کنیه ترکیه برگزار گردید همین سال، ابوبکر یعقوبی نشان برنجی را به دست آورده بود و این همان نتیجه بلند یا نتیجه بیشتری پهلوان ما هست.
گفتیم در قهرمانی جهان هم شرکت ورزید، اما حریف اولش که خیلی حریف پرقوت بود، او نتوانست که به مرحله بعدی رای خود را هموار کند. خب برای دیگرگون کردن نتیجه، برای امتیاز را به دست آوردن وقت هست. ابوبکر یکابیر امکان دارد که نتیجه را دیگر کند. البته حریف او چون گفتیم خیلی تجربه زیاد دارد، شرکتش هم در مسابقه های مختلف بیشتر است. از همین خاطر او اولین شده امتیاز وزری را صاحب شد و لط برداشت، به نزد طبیبان رفت و اکنون برمیگردد. کاتارینا سیموین از آستین رقیب می‌دارد. ابوبکر یکابیر زود موقع را دیگر میکند و اینجا پرتاف کردن میخواست اما موفق نشد. سراسیمگی را باید اینجا پیشه نکند. ابوبکر یکابیر با احتیاط هنرنمایی کند. از همین پسگیربان حریف اگر بدارد پهلوانی ما خیلی موقعیت مساعد را پیدا میکند، اما اینجا باید به حریف شیدا داده شود، چرا که از حمله های پهلوانی ما میگریزد. داور خاموش است. از بالا داشتن ببینید برای پهلوانی ما موافق است، ولی نه، این نوبت هم فریب خورد و کاتارینا سیموین دومین امتیازش رو به دست آورد و ایپان اینجا به او گذاری شد. ابوبکر یکابیر باشد از ادامه رقابت ها محروم گردید و سیمیون کاتارینا باشد رای خود را به مرحله سیوم میبرد.